آیا باری فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از 100 چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسانها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفته نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. مادامی که کودک از انیل است، این جمیله برای چی است و گفته یک روی دارد؟ برای چی انیل؟ من شرمی دارم رفعت پدر. اگه میمدو نقل کند. شرم میکرده است کودک. من به شما شر داده میتوانم. شرده؟ پدر جمیله خانم با پدر آقای رفعت در وقتهای پیش یک خصومت دشمنی داشتند. همین حل بود؟ ها، خصومت بود. یک خصومت کلام بود. عجایب. برای چی؟ برای چی میمدو؟ تو سر کردی دوام دی؟ رفعت پدر جمیله رو پراند. چی؟ در حقیقت؟ تو این خیل کار رو چگونه کردی رفعت؟ من؟ نجونم این خیل گب نیست. همین خیل نمیمدو؟ ینگه انیخترش مسئله چونی نیست. نیست. چه خیل نیست؟ پروند یا نپروند؟ نپروند. لیکن جمیله پروندگی بریم میدوند. برای چی؟ کسی جمیله را فریب کرده است. یا اینکه فؤاد باشد؟ نه فؤاد نیست. نباشد کی؟ یک دشمن دیگر. نباشد کی؟ آنا، بسیار سوال زیبا. بختیار. بختیار؟ ها وای خودش بختیار. بختیار چقدر آدمی ظالم بوده است. همه کارهای کردهش کم بوده است، باز مرا دزدید. انشالله نیست می شود. تو بیمار هستی؟ چرا وای آدم را کشتی؟ در اصل تو بیمار هستی. کودک از رفعت نبوده است. وای آدم را مجبور کردم که نتیجه ها رو عوض کند و گپ نزند گفته. چون که فقط مرده ها گپ زدن نمیتوانند. تو چی ها میگویی؟ من چرا با تو همکاری کردم؟ چون که خودت تنها این مسئله رو حل کرده نمیتوانیستی. از روی تو شده رفعت رو از دست دادم. معلوم شد که هیچ به دست نآورده بودی. نباشد اینقدر با آسونی از دست نمیدادی. با من نگر. من عزیزه رو از دست دادم. ها؟ از دست نمیدیم. تو در حقیقت بیمار هستی. حالا میبینی من به تو نشان میدهم. این دفعه خطا بازی کردیم رابط. اکا وای آدمی از قفای ممدو گذاشتم آن رو از حجره جراحی به حجره یلاهیده گذاروندم. خبری خوش. رفته گپ زنیم کنی وای ممدوی ابله چی مقصد داشته باشد؟ چی؟ در حقیقت؟ به خدا لطیفه خانم خودش گفت. میلش من 1 ساعت پس رسیده میگویم. این مژدت به جواب نمیماند ایلیم جون. تشکر از حاضر خانم جمیله.
بیا. با جمیله زنگ زدی؟ زنگ زدم لطیفه خانم. شما رو در اونجا انتظار میشم. کمتر پس میفهمم کی راست و کی دروغ میگوید. گرچند این صورت ها همه رو عیان میفهمونند. رفته این کارو پورتر فهمم. شما از همه کاری دوست داشتتون رو میکنید لطیفه خانم. تو براننده گفزن که ماشین رو تیار کند. مایلش. میبینیم که در حقیقت مادری نبیرم هستی یا نه؟ بیا جمال. به تو بسیار گپ‌های بد گفتم. دلت رو شکستم. ما رو بخشیدی. مگر انسان با دل خودش قهر میکند؟ خیره تو اکنون بیرم. مایلش من میروم. تو هم التماس دیر نکن. زود بیا مایلش. مایلش. تو چه ها میگویی؟ یعنی چی نگفتم اکا؟ بختیارو چه سنیم روی میگویم. رفت پدر در طبق جرواتی پدرتون نمیدونم چی گویم با شما. 2 دقیقه انتظار شدن نمیتوانید. آمدم. مرحمت لطیفه خانم. اینها باشه نتیجه های معاینه طبی. اگر من رفت رو دوست نمی داشتم، رفت همه رو دوست نمی داشت، هرگز چنین کار نمی کردیم. اینجا نوشته شده است که دنکه کودک و دنکه رفت یک خیله. به این نگاه نکرده چرا به تو باور نکردند؟ در اصل رفت به من کودک رو قبول نمی کنم گفته بود. حتی با عزیزه گپ زده از وی جدا می شوم گفته بود. بعد چی شد؟ نمیدونم. یک و یک بار تغییر یافت. من زنم رو دوست می دارم می گوید. همه اینها کاری عزیزند. عقل پیسرم رو از سرش گرفته است. رفتم کودکی خودش رو قبول نمی کند. یعنی من با وی سر به سر شده نمیتونم لطیفه خانم. در نتیجه وی دختری ایتکین یوز است. من در نزد وی یک آدم عادی هستم. من کی هستم؟ این طرف نگوی. تو مادری نبیره من هستی. یعنی باور کنید من خودم رو فکر نمی کنم لطیفه خانم. من رو مجبور می سوزد که کودک رو افتونم. نخست با کودکم یگون چی شود چی؟ اگر با وی ضرر رسونن چی می شود؟ من زندگی کرده نمی توانم. تو هیچ پروا نکن. کسی که به نبیرم ضرر رساندن می خواهد در مقابلش مرا می یابد. از این بعد با من می ایستی. بختیار لبای پدر. پسرم تو در کجایی؟ چی شد؟ همان آدمی گفتگی هم آمد؟ برای همین زنگ زدید؟ نه یگان کس نامد. برای وی زنگ نمیزنم. برای فاتحت. فاتحه چی پدر؟
بچه ما پگاه روزی فاتحت نیست. با خیر است؟ مرا دیوانه نکن، هر کجا که نباشی بیان، نزد مردم شرمنده نکن. مایلش پدر، آماده ایستادم. چی گپ شد؟ پگاه فاتحه داشتم. ایها، از یک توش خلاص میشیم با دیگرش میزنیم. نه این کاری نمی شود. من با محله رفته با ویلدن گپ میزنم. این مسئله را از بخش حل میکنم. کشاکشی زنها را با آخر رسانده با فایده عزیز حل میکنم. بله. دقت ده، احتیاط کن باز کارها را آمیخته نکنی. ما هم به دولتگیری میرویم. زنگ زن یک ماشین نو روان کنن. مایلش. سلام علیکم. و علیکم سلام. امک مرا بختیار فرستاد. دستتان را بوسم. پسرم درباره شما گپ زده بود. نامت رمضان بود، چی بود؟ خودش رمضان نام دارم. فهمم. خوش آمدی رمضان. خوش باشید. گوش کن، حاضر موقتا در همینجا خواب رفته میتوانی، بعد یک راهش رو میابیم. با مرور زمان کار رو میاموزانم. میشود امک. یگان جایی است خوبتر میابیم. معقول؟ نه خود که معقول نشود. شکر میگویم. تو از دور میایی، شکمت گرسنه شدگی است، تشنه شدگی است، چای نوشیدن میخوایی، مرحبت شین. سلامت باشید. من یک چای مانم برای تو. زحمت نکش، من خودم. نه من حل میکنم، گفتم کن. برادری زیبایم، با من یگون چیزی گفتنی داری؟ ها؟ مندو انیل شف ها رو ممدو انیل شف ها رو در جای از همه قزیقش خوابش بوده؟ ممدو انیل شف ها رو شف ها رو کشت. ممدو و انیل شف ها رو کشتن. اکای تیکی از روی فهمیدگی همون کشتار در بیرونتر منطقه ما با وجود آمده است. با ما یکم دخل ندارد. واه بعد از من رفعت رو هم فروخته به طرف بختیار گذاشتند. میدون اینها رو در رویشون هست خائنی. خواب رفته است. رفتیم رابط. جنر تو با کم زنگ زدی؟ زنگ زدم. چی گفت؟ مرا حقارت کرد. شعری نوست برادری من. تو چی ها میگویی؟ چپش افلاس هست میگویم. سفسطه نگوید، احکام تحقیر نمی کند. متاسفانه حقارت کرد نوران. چیکار میکنه ما؟ چقدر خوب شد اومدنمون. یک روز حتما هممون یک جای بر اومدنی افتاب رو تماشا میکنیم. بسیار زیبا میشود. همین خیلی نشدی بید؟ البته بر اومدن افتاب بسیار زیبا است. بله. گوش کن. برای چی یک بار خواهشی تماشای بر اومدن آفتابی تو سر شده؟ نه یک بار نه. من از کودکی هم بسیار دوست میدارم. جنر نقص میدانه؟ همین خیر. همین خیل. بابای هم تماشا کرده بودیم یک مرتبه. عالی جناب بود. من نقص در خاطر دارم. شادی بک؟ لبای یک روز با تو غروب آفتاب رو یک جای تماشا کنیم میشود؟ البته نورا.
беҳудагӯӣ накун Нуран. Мо якҷоя тамошо мекунем. боз чӣ шуд? ту ҳамроҳи рафиқат тамошо карданро хуб дар ёд дорӣ? беҳудагӯӣ накун Нуран. ман ҳам фаромӯш мекунам. дар хотир надорам ба ту гуфтам. با نوران خوش رو گپ زن. ту дамадро гир. ҳа шодибек, ту дахолат накун. شادیبک لبن بگو هم تماشا میکنیم؟ تماشا کنیم. меравем. вилдан танҳо мон дар кошонаи ҳусн. ҷонам, ман либосҳоямро ҷамъ кардам. جانم سراسیمه نشدی برای برگشتن به خانه؟ азал ҷон, бо чашмам дидам. ҳамаш нақшаҳои фуад будааст. гуфтам ку. چی خیل می شود؟ سنجشی اوزی، سنجشی دنکا، گفته های جمیله؟ фуад он қадар одами паст аст ки ҳамаашро ба нақша гирифтааст. توشین من به تو یک چای موندم. چای رو می نوشی بعد می روی. مایلش؟ майлаш. یعنی رفت تماما بیگناه است. ба вай бовар кардан мехоҳам азал. дар натиҷа гуфтаҳояш маро қонеъ кард. جانم با دقت باش. با فکرم تو به رفت عاشق شدی. не ҷонам. انا بین برای به خانه برگشتن بی‌طاقت شده ای. намедонам. лекин бо рифат гап мезанам. ягон чиз пешинаш балӣ намешавад. агар хоҳад ки ба ӯ имкон диҳам, гуфтаҳоямро мекунад. ҳоло он ки вай занро ба худаш наздик нахоҳад кард. ҳозир меравем. با کجا؟ туро ба хонаи худамон ҷой мекунам. пагоҳ якҷоя назди табиб меравем. таппеши дили набирамро шунидан мехоҳам. албатта хонум. чӣ хеле ки шумо хоҳед. то вохӯрӣ ҷонам. то вохӯрӣ. جنیر جان تو بخوری. то вохӯрӣ. شادی بک بگو هم یک جایی از خاطر نبرو. مایلش فراموش نمیکنم. تو بخوری. تو بخوری. تو بخوری شادی بک. تو بخوری. ту чӣ дум мимо мегардӣ? якумш ки дастаи чиркинта бигӣ. дуюмш ки диди ки мара маҷбур оварда. намеомадӣ. ягон ҷоят кам мешуд. ба ман мултфилм ақл накун. то ба ман ақл нишон додана духтарро даъват намекардӣ ба ин ҷо. аз ту намепурсам. хоҳам даъват мекунам. ман ҳам хоҳам меравам. ту ба Нуран дуо кун. набошад ман чӣ кор карданамро медонам. хайр. дар ин ҷо бисёр ҳавобаландӣ накун. ин ҷо ба маҳаллаи шумо бойҳо монанд нест. ақлатро мегиранд. бизан бираиҷа. ҳоло боз во мехӯрем Шодибек. во мехӯрем. ташкилӣ кун. во мехӯрем. вақта бисёр нагир. то бохӯрӣ. чӣ буд аслон чизи муҳиме мегуфтагият? хоинони дар байнамон бударо ёфтам. киҳо? мемду ва анил. ту чиҳо мегӯӣ? онҳо одамони асосии рифат нестанд? ба худо аввал ман ҳам бовар накардам ака. ҳатто барои боварӣ пурра ҳосил кардан ба шумо нагуфтам. аввал аз қафояшон ҷосус мондам. хайр. онҳоро бо бахтиёр диданд? не, лекин ҳангоми шефҳои наъшафурӯшонро куштан дидааст. ин кор кори бахтиёр набуд? бале ака буд. маълум мешавад ки бахтиёр барои ин кор ҳардуи инҳоро истифода бурдааст. ин тавр бошад аз куҷо фаҳмид ки духтарам дар куҷо пинҳон аст? агар он хоинҳоро ба гап дарорем, дар куҷо будани бахтиёрро мегӯянд. медонӣ он вақт ҳама корро яктарафа мекардем. рафтем. خوش آمدید. چی گپ شد؟ ягон гап нест. چی خیلی یگون گپ نیست؟ رویت مثل دیوری حبس خونه. اپا همین مویهام رو کمی کوتاه کنم.
من حاضر مویهای این رو میکنم. ایستا نکن. تو چی مقصد داری؟ تو جای مرا گرفتنی ها؟ من چرا جای تو رو گیرم؟ دیوانه ای چی؟ گوش کن، حاضر به تو نشان میدهم دیوانه رو. ایستو عیب میشود، در نزد همه شرمنده میشویم. وای رو از رفیقش پرس اپا جان. ها نوران چی ها شده ایستاده است؟ هرگز با من نگو که یگان گپ نیست. انیق چیزی هست، چیزی بسیار است. کنی گپ زن؟ با شادی بگ یک جا به تماشای طلوع آفتاب میرفتند. از تنها رفتن میترسیده است خانم. باز شادی بگ رو جیغ زده است. خیر، با تو چی از این؟ ها با تو چی؟ چخیل با تو چی میگویی ویلدن؟ شادی بگ رفیق من است. خیر آخر این دختر شادی بگ رو استفاده میبرد. چی؟ سفزت گپ نزن. شادی بگ بچه خوب است. با او وقت گذراندن برای من خوش میآید. خیر نوران، ممکن دوست داشته یک دیگرشان. تو چرا دخالت میکنی؟ فقط وینی باز با جنیر هم نزدیک شده ایستاده است. حاضر تو رو جنجال میکنم. نه اپا، جنیر رفیق پیشینه من است. حسد خوری میکند اپا. من با کجای تو حسد میبرم؟ تو یک سخته کاری. یک بار با جنیر طلوع آفتاب تماشا کردیم، بسیار زیبا بود. حسد نمیخوردگی رو بین. از حسد خوری دهانش کج شد. حاضر من با تو دهانی کج رو نشان میدم. ایستید آخر، در نزد همه شرمنده شدیم. جنیر با تو چی خیلی طاقت میکند؟ هیچ نفهمیدم. حاضر موی هایت رو میکنم. چی گپ است اینجا؟ بختیار اکای بختیار؟ اوه دلبر جان، چی کار میکنی اینجا؟ خوش آمدی. از کجا بر آمدی؟ خوش باشید. برای فاتی آمدم. به من اپم رو خوزگوری نمیکنی به فکرم. ها تو هم فاتحه رو میگویی. خیر نباشد. شما اینجا چیکار کرده ایستاده بودید؟ چی دعوا داشتید؟ هیچ گپ نیست که همین خیلی صحبت داشتیم. فقط صحبت داشتید همین قدر. من جنیر گفتنی اون کلمه نشیدم. همین خیل؟ نه خواهر، من با تو گفتنی اون کلمه رو من نکردم. لیکن اکا نوران مرا عصبی نکن. باری دیگر با اون بچه بار نمیخوری. تمام. آخر تمام گفتم تمام. بیا تو گذر، موی هایت را درست میکنم. گذر بختیار. من تو یک گپ زنیم میشود؟ میشود. مایلش گپ میزنیم بختیار جون. بیا با قفا گذشته گپ میزنیم. بیا گذشته چین؟ یگون چیز مینوشی؟ نه نمینوشم. از راستی؟ ویلدن همینجا شینم. شیشتن گیر. بسیار راحت بوده است. دکانی زیبا. همین خیل. ویلدن میدونی پگاوای مسئله فاتحه هست کو؟ میدونم جونم، همه چیز تیار. تو هیچ پروا نکن. کمتر تو نمیرسی. این هم از روی همین فرمه شترمرغ. لیکن هیچ گپ نه. برای زندگی مهنت میکنی. همین خیلی بختیار جان. اما من مهنت کرده نمیتوانم. چرا کرده نمیتوانی جونم؟ از روی کار البته نباشد پرتو. میدونی من آدمی پولدوزدار نیستم. در همین دکان کار میکنیم و زندگیمون رو پیش میبریم. ویلدن من دیگر کس رو دوست میدارم. من خونه نو نمیخواهم. من عمک حکمت رو دوست میدارم. ما در یک خونه زندگی کرده میگردیم و من چیزی دیگر لازم نیست. انا همین خیل. یعنی چه خیل؟ عذر میخواهم. با تو فاتحه شده نمیتوانم. به این مجبور هستم. بسیار عذر میخواهم. مرا ببخش.
خوش آمدید. سلام الیم. جمیله؟ خانم. جمیله خانم از این پس با ما می ایستد. حجره تو برای وی آماده کرده شود. تو از حجره های پایان یگان تاش را معقول می کنی به خودت. مرحمت جمیله جان، مرحمت جانم. موشید بیرونه؟ درونه رو سور میکند میگویم. حالا میبینیم. ویلدن جان، بس از اکنون خودت رو عذاب نده التماس. همش از روی اکای تو شد. تو دمت رو گیر، بالای سوختن مکاب نپاش. با من دیگر کس رو دوست میدارم گفت. کی رو دوست می داشته است؟ همان زنی در شب نشینی بوده رو؟ کیز ویزن؟ نوران کیز ویزن؟ زود با من گپ زن التماس. جانم با خدا نمیدونم، من با تو گفته بودم. آن زن رو یافته حسابم رو از وی میگیرم. بختیاری مرا فریب کرد. نباشد بختیاری من در حیات چون این کار نمیکرد. هرگز چون این کار نمیکرد. برای نبیرم یک حجره بسیار زیبا تیار میکنم. هر یک چیز را دانه به دانه خودم انتخاب میکنم. مثل شما بیبی داشتن این برای کودک من خوشبختی است. در اصل من خوشبخت هستم. خداوند به من دیدنی نبیره دویم رو نصیب گردانه. دیگر یگان چیز نمیخواهم. انشالله انشالله. با توهیر معامله خوب کن. عزیزه رو هیچ نقص ندید. نخواد. پروا نکنید. برادر پسرم اکنون پسری من هم حساب می شود. نوشی جان. این چی از دخترم؟ تو چی مرا کشتنی هستی؟ ها؟ بجای شکر نمک انداخته ای؟ ببخشید لطیفه خانم، ممکن خطا کرده باشم. نخواد که چنین خطا کنی. خیر به من مایلش، لیکن جمیله خانم حامله دار است. من خوبم، شما پروا نکنید، یگان مشکلی نیست. ببخشید جمیله خانم. هیچ گپ نه الیم جون. به هر حال من از نو تیار کرده میارم. عقل این در جایش نیست. هیچ گپ نه، این خیلی کارها می شود. پروا نکنید. آه خیریت. مسئله ویلدن رو حل کردم نهایت. دختره که بیچاره زیک شد البته. چیکار کند آخر؟ لیکن من هم چیکار کنم آقا؟ نقص کردی. امروز زیغ نمیشد پگاه زیغ میشد. همین خیلی. البته همش خوب شد بختیار اکا. حمایات عاشقی حمایات کاری را براه گذاشتی. از آنی تو را هم برامون ایمانیل برادر. اگر یکان مشکلات باشد گپ زن. نیه یکان مشکلات نیست. چی میشد؟ نیست گفتم که بختیار
элем ӯро ба шапалоқ зад дидам. нахуд чаро чӣ шуд? элем ба ин ошиқ будааст, мавзӯи падариро шунида шапалоқшап кардааст. ҳамин хел буд? ҳамин хел. мефаҳмам албатта анил бародар. нахуд нафаҳмам. инсон вақте фаҳмад ки дӯстдоштааш аз дигар кас кӯдак дорад, шапалоқшап мекунад. айнан. худо дӯстиятонро зиёда гардонад. мебинам яку якбора ҷону ҷигар бар ин шудед. ҳамаш аз рӯи ташвишҳо. набошад мо бо бахтиёр дӯст шуда наметавонистем. шӯхӣ кардам. одамона дар куҷо? бедор накардем акай Айтекин, аз пушт медароянд. хуб, ман рафта якчанд рӯз сарамро ором кунам. чӣ хеле набошад шумо дӯсти ҷонӣ шудед. бе ман як-ду рӯз идора мекунед акнун. чӣ хел ором кунӣ? бе ту намешавад. мешавад. ба олиҷаноб мешавад. ака ҳамин ҳозир меравӣ. истед. نوشی نکنم باده حرام است مرا لب ساغر نبرم عشقی تمام است مرا تو غمی مال جان خورو من از عشقی بتونی بامی میراسی پدر بر تو نام است مرا بامی میراسی پدر بر تو نام است مرا همچو غافل هم از سیم و زری کس نکنم شکری این جوهری ایمان که زیمام استم مرا گر تو رنگ مال جهان هست نصیبت بکند دفتری شعری ترو کلکو کلوم است مرا دفتری شعری ترو کلکو کلوم است مرا سلیمان اگرد مردی بسیار درست محمد گلوگیه صوفی سلام است مرا
مرا نکته فرجامی حیات اندر این صفحه‌ای هستی که دمام است مرا اندر این صفحه‌ای هستی که دمام است مرا این همین بس بود از لطفی خداوندی کریم این همین بس بود از لطفی خداوندی کریم جامی مایی بر کفم شوکم مکام است مرا باده نوشی نکنم باده حرام است مرا لب ساغر نبرم عشقی تمام است مرا تو غمی مال جان خورو من از عشقی بتونی بامی میراسی پدر بر تو منام است مرا بامی میراسی پدر بر تو منام است مرا суруду таронаҳои зебо, ошиқона, содиқона, самимона, тоҷикона армуғон баҳри дӯстдорони савту наво дар иҷрои ҳунарманди маҳбубу базморо Саймумини Бозор. альбоми нав 14 таронаи зебо ва 13 ғазал рӯзҳои наздик аз марказҳои дискфурӯшӣ дастрас менамояд. телефонҳо барои маълумоти бештар 918 65 26 19 903 88 88 65.